قاعده پنجم از قواعد توحید عقیده چی هست؟ فواید توحید بفهمیم که وقتی یک انسان توحید داشته باشه چی فایده میکنه. کسایی که عقیده توحید مطابق قرآن و سنت یاد میگیرن اینا فایدهشانی است که موحد واقعی می باشه و همین حدیث در شأن از اینا تطبیق میشه. کسی که توحید فهمید، عقیده توحید درست فهمید، باز تمام اعمال از این مخلصانه به خاطر الله می باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. 4 چیز: صلاتی، نماز من، و نسکی و دیگر عبادات مناسک من، و محیای و کل زندگی من، و مرگ من لله رب العالمین. کلش به خاطر الله است. بازی آماده قربانی به خاطر دین الله می باشه. آماده قربانی مال و جان خود، زندگی خود به خاطر الله میشه. مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنن. بسیاری کسایی را که از پیروی از قرآن و سنت میمانه چی میمانه؟ عقیده خراب میمانه. عقیده غلطش اجازه نمیتش که به کتاب الله رجوع بکنه. او کتاب شاعر از قرآن که برتر میدانه. کتاب یک مخلوق، فلسفه یک 4 کلمه که یک مخلوق نوشته که او را به کتاب الله ترجیح میده. اما کسی که عقیده توحید داره او به کتاب الله و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عامل می باشه. امروز مثلا اعلان میشه که در این مسجد درس صحیح البخاری هست، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تدریس میشه. بسیاری کسا را شما ببینید بی تفاوت است، اما یک کسی دیگر ببینی که از تخار آمده، یک کسی دیگر ببینی از هرات آمده، یک کسی ببینی از کندوز آمده، یک کسی ببینی از جاهای دور آمده. فرق بین یک کسی که خانهش مثلا در 1 کیلومتری و 100 متری قرار داره یا 2 کیلومتر 3 کیلومتر فاصله داره در شهر است، و فرق بین از یک کسی دیگر چی هست؟ چرا انسان موحد ارزشش میفهمه. یک سابق امی اسپانیا را اندلس میگفتن. اندلس نام اصلی اسپانیا اندلس است و در اندلس این در اروپا هست. یک مسلمان اونجا مرکز تمدن اسلام بود. یک مسلمان اونجا مردم بسیار پولدار و لباسهای بسیار زیبا و خوب مالدار دارن. یک شخصی که خوب مالدار است و بسیار پیسه‌دار است، امکانات داره، بر از یک کس میگه که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه در عراق است و پیش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما این فوراً سفر میکنن، سعی کنین از قاره اروپا می در قاره افریقا، از اسپانیا می اول طرف شمال افریقا، از شمال افریقا می به عراق در قاره آسیا. 3 قاره. طیاره بود؟ نه. موتر بود؟ نه. بایسکل بود؟ حتی بایسکل هم بود. نیم راه پای پیاده، نیم راه در سر شتر یا سر اسب. چقدر خسته کنه. 3 قاره را طی میکنه و همه در پیش امام احمد ابن حنبل که یک چند حدیث یاد بگیره. چند حدیث در حلقه درس از اشتراک. اینجا که می برش میگن که والا صاحب امام احمد ابن حنبل خو درس میداد، آله دروازه‌شو تق تق میکنه، برش میگه که امام کجاست حلقه درس تو؟ من رفتم پالیدم. گفت که بچه مولا مرا خو برادر محترم مرا خو منع کردن از حلقات درس، گفته دیگه اجازه نیست، والی فرمان صادر کرده که دیگه این حق چیزا نداره تدریس. تا هیچ مسجد رفته نمیده. علمای حق است همیشه این مشکلات سرش. علمایی که به باطل میگه باز بر از دیگه شاید در داخل سفارت امریکا هم برش بگه یک مسجد برم جور کن، همونجا میگه بیا برات یک چیز جور. بازی نمیگه که اجازه نیست. در خانه هم حق نداری که شاگردا را جمع کن.
اونم میگه صاحب پلیسا اینجا دروازه است، برای من اخطار داده که اگر درس دادی باز زندان میبریم خلاص. میگه من هستم. آخری میگه من چطور کنم، ما 3 قاره است که آمدیم. او طرف سهل میکنه، باز بیرون ببره، میگرده که یه نفر حال چطور کنم که او امام یک 10 حدیث خو یادم بده، زیاد میخیر است، یک 10 حدیث رسول الله. او برش میگه که خیاط یک کار کو که من خلا میتونم دیگه، حالتم خراب است، خیر است تو آمدی برو، الله برات اجر نصیب کنه. بیرون ببره، سهل میکنه چی کنم که اگر یک 5-10 حدیث حفظ کنم. این که اونجا میره بیرون سهل میکنه که یک گدایگر است، خانه رو تق تق میکنه، نان میطلبه. یا میره صاحب لباس گدایی میپوشه، چپن لکس خدا و کالای لکس خدا بیاره، کلش تبدیل میکنه، کالای گدایگری رو پیدا میکنه، چیر باره تکت تکه، یک کچکولک گدایی رو هم در دست خود میگیره، میام تو 1-2-3 دروازه رو تق تق میکنه. عادی در خانه امام که میرسه تق تق میکنه و که مبرای که توتینن برش میگه امام من همون نفر پیسدار سابقه هستم، فقط برای من یک چند حدیث هر روز به گدایی میایم، یک حدیث برام بگو، این واده که نان میده که من رو حفظ کنم به او عمل کنم. این ثمره چی هست؟ عقیده توحید است که انسان باز به قرآن و سنت چی میده؟ ارزش میده. هر قدر دور باشه، هر قدر کار داشته باشه، هر قدر مشکل داشته باشه، میای به طرف کتاب الله و سنت رسول.